خدمت دوستان. در این بخش ما فیر پور رو با هم کار میکنیم با ضرب پور. فیر پور مثل برگشت پور در ضرب دادره کشاگاه است. وقتی ضرب اول نواخته شد با انگشت اشاره و انگشت شست هر دویش با هم فیر می نوازیم. تکنیک چگونگی نواختن تار با انگشت شست برگشته یاد داریم. در فیر خالی این رقم می نواختیم. فقط انگشت اشاره فیر می نواخت. در فیر پور شست و اشاره با کمک هم می نوازیم. و باز میتونین در جریان کوک خودن شما تکتار بنوازین، فیر خالی بنوازین، فیر پور بنوازین، در این قسمت و سراسر دنبره جولان بدهید. امیدوارم خوب تمرین کنید و خوب یاد بگیرید. موفق و سربلند باشید.